هی بسم الله. اینجا دیگه کجاست؟ چرا اینجام؟ چی نشته اینجا؟ You find an animal. نداره. از اینجا به اینجا یه نگاهی بندازیم. اینجا این چراغاشن که درسته و خب درست نرماله حس میکنم. آره نرماله. بریم که سمت آجی من حس کردم فکر کردم اونجا گل، نه گل بود. پس چیش غیر نرمال بود؟ چیش غیر نرمال بود؟ خب نگاه کن آقا، الان یه دونه آدم فضا اینجا، یه گل و این و این. خب بعد میایم اینجا، این دیگه غیر نرماله. اینا این صندلی اینجا نه، این غیر نرماله. بریم بدو. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب این هیچ اینجا تغییر خاصی نمیکنه هیچ موقع تا اینجای بازی. خب اینا درسته. اینجا این مرد اینجا، خب اینم درسته دیگه. ناموسن غیر نرمال نباشه که اصلا میتونه ربطی به اینم داشته باشه که غیر نرمال باشه. اصلا این یه بار روشنایی والا نمیدونیم. ببینیم اول این نرماله، امیدوارم نرمال باشه چون واقعا چیز خاصی نداره نرمال باشه و بازیش هم خیلی سخته. آها گفتم نرماله، 100% دیگه این نرمال بود. اینجا یک گلدون داریم. خب درسته، اینم درسته. بریم این سمت، گل داره تکون میخوره دیگه. از این غیر نرمال تر وجود نداشت. یعنی اگر باگ بازی باشه، نه خب 3 درسته دیگه. این چه سمیه؟ یارو باید اینقدر نفهم کور باشه که اونو نبینه. خب دوباره خب آقا اینجا هیچ موقع تغییر نمیکنه. ببین هر چی هست بین این دوتا اتاقه.
خب 2 تا صندلی، 2 تا تابلو، یه ستاشگال، یه دونه اینجا وسایل اینا، یه دونه این. خب اینم درسته. خب اونم درسته. کوره این مرده تکون میخورد واقعا اینقدر دیگه به خود سخت بگیره واقعا خدایا. به 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 نرمال بود. پس اون مردم تکون میخوره، نفس میکشه. خب درسته. خب درست، این درست. مرحله 5 خب این غیر نرمال. نگاه کنید نمیذاره بریم، نمیذاره. خب غیر نرمال واقعا باگ بازی نباید باشه دیگه، این باید غیر نرمال باشه. بسم الله. بله به 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 این بازی. خب یه گل. این خب این درسته، این هم درسته. میتونم متناشم عوض کنن. کاپیچینو خود 2 تا اینجا هم که نمیدونم چیه. خب حالا ربات درستن اینا همشون درسته. حس میکنم نرمال باشه. آره نرماله. بدو نرمال. الهی به امید تو. چیش غیر نرمال بود؟ باور کنی من نمیفهمم چیش غیر نرماله. خب آقا خیلی خدا واقعا من نمیفهمم همه چی. وای اینو نگاه نکردم، شاید این عوضه. این الان نرماله، شک نداره این نرمال. این نرمال بود. فکر کنم همون بود. ما رو اشتباه. اینم نگاه نکردم ولی نه این عادی بود واقعا. اینجا کلا عادی بود. عجیبه واقعا، خیلی عجیبه. چیش غیر نرمال بود. خدا وکیلی برم ببینم. خب الان اینم درست بود. چیش غیر نرمال بود؟ این دیگه الان نرماله. راستی رفقا میخوام یه ویدیو هم درباره بقا تو چیش غیر نرمال. اینو میرم غیر نرمال. نه صفحه. این هم میخواستم بگم رفقا قراره که میخوام یه ویدیو بقا تو جنگل رو بگیرم و اگر شما دوست دارید همین دقیقه رو مارک کنید که من بدونم واقعا بقا تو جنگل اصلا میتونیم خونه بسازیم، کلی چیز، انگار یه زندگی واقعی.
به این شکل. خب الان دیگه خداوکیلی نرماله دیگه. اگرم اون بقا تو جنگل میخواید حتما بهم بگید. این نرمال. واقعا من نمیدونم، گاهی اوقات مثلا این خطه رو من یادم رفت ببینم، شدم به خاطر این خطه باشه. نه الان همه چی دیگه درسته. واقعا نگاه کنید، بهتر بخوام نگاه کنم. این مرده، این میای مرده ربات داره تمیز میکنه. این تو همین صفحه بود، دقت کرده. اینم اینجا، بعد یه کله فضا یا اینجا. خب الان اینم دیگه باید نرمال باشه، یعنی نرمال نباشه نگاه کنید نرماله. بریم. خب چیش غیر نرماله؟ من یعنی اینقدر احمقم نمیدونم. الان همه چی نرماله، باور کنید نرماله. آخه چی الان غیر نرماله؟ نگاه کنم. خب حتی این متن‌هاش هم نرماله. این دیگه نرمال نباشه واقعا هیچ. واقعا دارم هیچ. فکر کنم رفقا، فکر کنم همین متن باشه، به خاطر این متنه. اون شبیه چیپسینه گذاشته بودن، برعکس شده بود. خب دوباره نگاه کنید اینجا عادیه. اون خطه هم که هست، این خطه بود. سربر بود که توش کم صحبت کرده بودم و به خاطر همین دیگه گفتم بیام دوباره رکورد کنم. و الان واقعا من نمیدونم، نگاه کنید. خب الان همه چی عادیه. شما خودتون نگاه کنید. واقعا من اینقدر باید احمق باشم که نفهمم. یعنی این عادیه، یعنی نمیتونه غیر عادی باشه. از اون عادی هم عادی تره، نمیتونه، واقعا نمیتونه. خب بریم بدو 4. به خب اینم که دیگه عادیه، اینم عادیه. بعد بیایم اینجا عادی، کاپیچینو اینم که عادیه. و بیایم اینجا دوباره عادیه. عادیان چیزه. باز بذارین بینم من سب کنید. من الکی نمیخوام تایم ویدیو هم زیاد بشه. اینم بگم رفقا، من نمیدونم، واقعا نمیدونم کی چیز میشه. این
خب آخه الان چیش غیر عادی بود واقعا. من این بازی رو درک نمیکنم و اینم نمیگم این باید تا چند مرحله بریم تا تموم بشه. الان 15 دقیقه است رکوردم، 16 دقیقه حالا. خب بذارید من دیگه واقعا حوصله ادامه دادن رو ندارم به خدا. آخه معلوم نیست چیشم غیر عادی، خیلی چیز کوچیک رو میاد عوض میکنه، خیلی چیز کوچیک رو میاد. این شانسی رفتیم درست در اومد دیگه. واقعا حوصله ادامه دادن این بازی ندارم من. حالا باز بریم اگر این بارم دیگه اینم نه غیر عادیه. نگاه کنید بعد نگید آره از اند میره میسوزه میخواد تایم ویدیو زیاد شه. واقعا نه. بریم بودو. این دویدن هم نداره واقعا. این بارم سوختیم، حتی این که نه، حالا بعدی ها رو سوختیم. واقعا دیگه ادامه من نمیدم. انشالله میمونه برای دفعه های بعدی. و اینم میگم اگر تا اینجای ویدیو که هستید همین دقیقه رو مارک کنید، بگید که آقا بقا تو جنگل واقعا یه ایده خیلی خفنی، یه ایده خیلی خفنی. خلاصه دمتون گرم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. میبینید دیگه چرا دارم خداحافظی میکنم.